سروش هستم. امروز قراره بریم با هم هرچی باکس که رو اکانتمون داریم و باز کنیم. پس لطفا همراه ما باشین، چنلمون رو ساب کنیم، ویدیو رو هم لایک کنین، زنگوله رو هم بزنین. عشقای منی، بریم واسه باز کردن باکس های اکانتمون. خب من واقعا نمیدونم، یعنی من کلی وقت گذاشتم ثبت کردم که این همه باکس جمع شه. حالا مثلا بازم کاری نداریم ولی خب بازم 46 تا از هر کدوم داریم، ولی خب خلاصه که بریم بازش کنیم. دوتا باندل هم داریم که فکر کنم این دوتا رو دارم. آره دارم، هر دوشو دارم. بریم که باکس ها رو باز کنیم. اول از این ست خوبمون شروع میکنیم. بریم که بازش کنیم. پشمام یکی شو دارم حاجی. اینو میگن شانس نکن، اولی رو میزنی با یه باکس یه کلا در میاری، یعنی سفیدی دیگه داداش من دیگه تا چه حد. بس کن نوبلی حاجی. بعد میرم اینجا یکی یه دونه‌ای باز میکنیم، باگشو میگن باحال. دایی داد از تراگون. خب دیگه ما از این گانا زیاد استفاده نمیکنیم. خب اینجا هم که میبینیم نداد. امشب ساجی داریم نیمی صرفه بخوایم باز کنیم. این ایکس مش رو که یه دونه میزنیم خب متاسفانه نمیده. ایکس مش رو اصلا امکانش هم نیست بچه ها واقعا ایکس مش رو الان بده بمون. بعد این یک فکر جلیلی و اینم که داشتیم حالا 3 تا اومد روش خوبه. دیزلت هم نداریم میزنیم براش. 4 ساعته 38 هم که چیز خوبیه واقعا. با حال مکتن هم که حاجی من اینو حاجی روی اکانت دیگم، یعنی چیزی بهتون بگم 75 تا دیگه باکسشو دارم، خودشم دارم. حالا اینو بزنیم سریزه خوبه. بعد اینجا 4 تا باکس داریم از این اولوتنه که واقعا شانسش ریده است. حالا نمیدونم بده یا نه، ولی دمپایاکایی داره. خلاصه یه باندل کامل هم داره دیگه. حالا بریم که این 4 تا رو یه باگ بزنیم، یه دونه میزنیم همون اول چی نمیده، بعد میریم 3 تا رو با هم میزنیم. بله بیلا حالا آره کفششو داد. این کفش زیاد مهم نبود ولی خب این ست خوبیه و اینکه ما نداریمش. اینم که 19% شانس داره، پس باید با 5 تا باکس اکثرا یکیشو بده. حالا نمیدونم. بریم که یه باگ خوشگل و ناز بزنیم. این باگای تی ام سروشیه دیگه، حالا هرچی خودتون میگه. بعد اینجا یه باگ میزنیم و کفششو میده بنازم. بعد میریم همه رو با هم برادر شروع میکنیم به باز کردن. اینجا که شلوارک میده، اینجا که آره موشو میده و لباسش خود جلیل لباسشو نداد. خب این 2 تا باکس و بچه ها ببین این ست زنار که من واسم مهم نیست و داشت همه رو با هم باز میکنم. حالا ندی هم مهم نیسته. این آره اینا همه رو همینجوری باز میکنیم دیگه، مهم نیست. حالا گان دیگه بچه گانا واقعا شانسش پایینه. میدونی چی میگم؟ گانا حاجی یعنی واقعا ناکن شانس رو ببین 1% اصلا نمیشه. گانو هیچ وقت کسی نمیتونه اینجوری در بیاره. بعد حالا یه اسپین میزنیم. اینم 7 روزه داد خوبه. بازم 7 روزه بچه خیلی خوبه. M4 طبیعت خود 3 روزه شو داد. ما خب M4 لولی داریم بچه. حالا میرم آخر سر گانریگانا رو هم براتون نشون میدم. هم که 2 تا باکس MP زیاد مهم نیست. بعد اینجا اسکارولن رو بچه ما داریم، M4 رو نداریم. M4 واقعا خوشگلی ولی خب پاوراش رید. آره ریده است. اینجا هم که MP سلطنتی رو میبینیم. MP سلطنتی هم هستم ولی خب بازم ما MP کبرا داریم دیگه، نیازی نیستش سلطنتی بزنیم. بعد اینجا یه AK برفی ناز با 5 تا باکس داریم، ولی خب بازم میریم از باکس‌های حرکت‌های تریکی خودمون استفاده کنیم. یه دونه ای. بعد اینو که معمولا نمیده، حالا مثلا ما شانسی میزنیم دیگه، ولی بازم ببین 16 روز داداجی. این شانس این تریکی که من میدم آجی استفاده کنید واقعا خوبه، یعنی روزانه هم بده زیاد میده. الان یه دونه ای رو میزنیم بعد نمیگه ببین 8 روزه داد با 5 تا باکس 8 روزه در بودیم، ولی خب بازم خوبه خداییش. AK دراگ خب این ما نگیریم هم نیست، ما AK لولی داریم. بعد اینجا با اکس M26 که M26 هم که
خوبه ولی مال فشاره کلا دیگه. بعد اینجا این 5 تا رو با هم میزنیم چون مطمئنیم که اینو اصلا نمیده، چون واقعا شانسش بچه 1/100% اصلا. UMP هالووین رو با یه دونه اسپاسم قدیمی که واقعا هم خوبه، UMP هالووین قدیمیه، یه دونه باز میکنیم 3 روزه UMP هالووین رو میده. بعد میایم 2 تا رو با هم باز میکنیم و 7 روزه. ببینید شانس این که بده بالاه، ولی اینجوری که مثلا بهتون دارم میگم بچه کلن یه جوری که مثلا روزانش هم بده بیشتر میده. این تریک باحالیه، اولی یه دونه‌ای بعد همه رو با هم. حالا کلا بازم بعضی الان باز میکنم میگم آقا نمیده نمیشه فلان این داستانا. بریم که اینم باز کنیم، بعد یه دونه داریم ازش. حالا مثلا کلا مهم نیست چون یه چیزایی که ازش یه دونه داریم من مطمئنم داشت نمیده دیگه، باید برای چی باید بده اینقدر یه گارنا خیر نمیده به آدم. خب این 3 تا هم با هم میزنیم. دیدی 9 روز داد بچه، خیلی خوبه، شانس خوبی داره. این تامسون که یه دونه داره مثلا مهم نیست، بازش میکنیم سریع، اصلا نمیده مطمئنم. و این 3 تا خوشگل و ناز رو میبینید که اصلا شانس نداره داداشی، ریت است، اصلا شانس نداره. یا بزنم یه بیلاخ، یا یه بیلاخ میده دیگه، معلومه دیگه داداشی 17%. من میگم آجی این یک چیز شما میگیریم، یه چیز شما میگیریم 100 میگیریم، یکیشو آجی یکیشو میگیریم مطمئنم. بیا دیدی این شانس رو داموسن آجی دقیقا چی شد داد بچه ها، دقیقا چی رو داد؟ سیبیل. پلش کنید مهم نیست. 6 تا از این باکس بیلاختی، یعنی از این باکس داریم که بهش میگن زروی خسته و اینجا یکیشو اینجوری میزنیم بیلاخ میده و بقیه شما هم همه رو نه چی یعنی حالا مهم نیست چی دادی برادر. شلوارک حاجی ناموسن 3 تا ای بابا شکست خوردیم بچه. خب آیم بتمن بریم به سراغ بعدی. 7 تا باکسشو داریم حاجی. من میگم بچه این 3 تا یکیشو میده خب، ولی کلا احتمالش زیاده این بیلاخی ها رو بده، میدونی چی میگم، ولی بازم این شلواره رو بده حاجی ذوق میکنه، خدایش قشنگه. حالا یه دونه اینو بچه ببین یه دونه ای میزنیم هالووینی، ببین یه دونه رو داد، مردونگیشو ثابت کردم این الان. دوباره پس بریم یه دونه میزنیم به 5 تا برسه عشقا. اینجا اینو داد خب مهم نیست داشتیم بچه 5 تا رو با هم یوهویی. آره به 3 تا بالاتنه بچه گرفتیم. شلواره رو که وقتی داد اصلا نداد، اینو که داشتیم بچه. پس از اینجا خیلی خسته و شکست خورده میایم بیرون بچه. این که اصلا احتمالش نیست عزیزا، این 7%. بعد این باکس هایی که من دارم بهتون میگم اصلا شانسی نداره، واقعا شانسی نداره، خطرناکیه. مثلا الان من بیام اینو یه دونه باز کنم مطمئنم بیلاخ میده. خب بیا بیلاخ داد، کلا بیلاخه اینا، اصلا نزنین واسه اینو جم ندین. هر کی این ویدیو رو داره میبینه داداش من واسه این جم نده، اصلا نمیده، واقعا نمیده، اذیتت میکنه. اینا هم که بچه یه دونه ای اصلا نمیده. خب مطمئنیم آقا این کاتانو هم مهم نیست، اصلا بده یا نده مهم نیست. ما یا کاتانای رمضان داریم خوشگل و ناز. اینجا میگه چی میگه؟ اینجا میگه اصلا نمیده آجی، اینو که تمام شدیه بالا تنه شد بچه ها. درصد شانسشو دیدین 0 بود آجی. این خدایش موز بود، خدایش چه اینم باکس اسکارفه. خب شانسش هم آجی خوبه ولی بازم نمیده بچه ها. یه باکس هیچ وقت ببین 27% شانس داریم، هیچ وقت نمیده بچه ها. دیدی نمیده داداش، نیمی سر. اینم که داریم، یا پیساکورا هم که داریم عشقا. اینم که مهم نیست، همه رو باز میکنیم 16 تا بیلاخی. و دیگه اینجا هم که باکس پت خسته رو داریم، اینم باز میکنیم. اینم پیساکورا دیگه همه شو داریم دیگه. آره اینم که پت خسته، اینم باز میکنیم چی نمیده. و اینجا هم یه MP داریم، اینم باز میکنیم، اینم نمیده. بعد اسکار داریم، اسکار رو همه شو باز میکنیم و
این هم همه رو باز میکنیم، زیاد مهم نیست. 200 گلد دادی، دمت گرم، دستتم درد نکنه، زحمت کشیدین. 10% خب اینم نمیده دیگه متاسفانه، شلوارکشون اینم که داریم. بچه ها بهتون گفته بودم میخوام گالری گانا رو نشونتون بدم. گالری گانا رو الان نشونتون میدم، ببینید عشق کنید بچه های گل. اینجا ما میام داخل گالری گانا و داداش درسته خوب نیست ولی خب خوبی رو دارم، یعنی چیزای خوب رو دارم اکثرا دیگه. از هر گانی اسکین 2 خط ریت و این داستان هست باشید. عشق منی، فعلا تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.